قبول استاد من دهیه که شما را نمیدونم اما بس است دیگر ما بودیم ما داریم گفتن فرصت فرا رسیده است که ما شویم و ما میتونیم این یک لحظه بحثی دو نسل است که در برنامه جنبستی پیچ و زمان به میان آمد. مخالفت نسل ها، نابرابری عقیده ها، معماهای زمان و تاثیر آن به جوانان و کلانسالان بود، هست و میماند. برخورد اندیشه ها بیشتر در اساس یکدیگر نافهمی به عمل می آیند و این حالت در مناسبت های جمعیتی هر دور و زمان به مشاهده می رسد. کلانسالان بر آن اندیشند که امروز قسم زیادی جوانان گوشی نصیحت شنو ندارند. آنها می خواهند که کلانسالان خود نمونه باشند و تنها راه نشان دهند. اما نسل کلانسال همیشگی در صحبت با فرزند و نبیره ها از دوره بچگی خود یادرس شده، با زمانی جوانی خود فخر کرده جوانان امروز را با نسل آن زمان مقایسه می نمایند که این حالت نه همیشه از جانب نسل نورس قابل قبول است. یعنی اکثریت بزرگسالان با اصول مقایسه جوانان را تربیت کردنی می شوند. جوانی که نسبت این یا آن مسئله عقیده شخصی خود را دارد نه همیشه از جانب جمعیت کلانسالان اعتراف می شود. جوانان گمان می کنند که کلانسالان آنها را نمی فهمند. حاجی حسین موسی‌زاده رئیس شورای علمای دین در ولایت سوخت و مسئله مناسبت کلانسالان و جوانان چنین ابراز نظر نمود. پیران باید جوانان را نصیحت کنند، هدایت کنند. وقتی که نصیحت میکنند باید جوانان گوش کنند. هیچ وقت مثلا آدمان روزگار دیده جوانان را به راه بد هدایت نمیکنند، یعنی به راه بد نمیبرند. خلق تاجیک از قدیم الایام با آداب و مدنیت شرقیانه تربیت یافتند. یعنی نوابسته از پیر یا جوان بودن در مناسبت باید حرمت و احترام میانی هر دو باشد. اما می شود که در بحث و ناجوری عقیده ها جوان باید تحمل پذیر باشد. گرچند این موضوع دامنه دار است اما خواستیم تا اندیشه های مردم را بابت این مسئله پرسیده باشیم. مناسبتی من با کلانسالان خیلی خوب گوش نمیکند. برای چی؟ برای اونکه از زمان همه طلب میکنند، گپ نمیفهمد. بعضی‌ها هر خیلی میفهمند، بعضی‌ها نمیفهمند. با فکر من حاضر کلانسالان نصیحت کنن، همه جوان‌ها گوش میکنن، نگاه میکنن. روحی زندگی فهمیدن نکار که یک از بلند بیاد که پس آمدن نکار. نه مثالی که جنجال نکند. سکسکی تربیتش نقش جوانویا. سکسکی وای فهمید جوانویا که ها پیشری وای فهمید سکسکی آدم اوج فهمید وای جوانویا اوج تربیت دیدوسه. میفهمد چه حرمت میکند. مارشروت اتوبوس به جا میتید. گاهی پیدا میشود که یک نفر یک سخن نادرست میگوید. مثلا از خودش کنان خطا میکند یا یک غلط سخنی غلط میگوید. جوان باید وای را اول تحمل کند، صبر کند. همش گوش کرده بعد گوید که بابا یا که اکا یا فلانچه همین گپتون خیال من که ممکن خطا است، یک فکر کرده بینید. گفته باید با احترام همان چیز را بیان کرده تواند. مخالفت نسل ها یکی از معماهای حل ناشده همه دور و زمان می باشد. به خصوص عصر 21 که عصر پیشرفت جهانی شوی است، هر نفر خویش را به طور خود پیدا می کند و دعوا دارد که حق بر جانب اوست. این مسئله در برنامه قبلی پیچ زمان مطرح شد اما مسئله کشاده باقی ماند. بنابراین از جانب سازمان دهندگان برنامه تصمیم گرفته شد که به این موضوع باز برگردند. ثبت برنامه روز جمعه سنه 17 ینور ساعت 14 در استودیو تلویزیونی سیمای مستقل یکم جریان میگیرد. هر نفری که میخواهد نسبت موضوع مخالفت نسل ها اندیشه شخصی خود را بیان کرده باشد در ثبت برنامه میتواند اشتراک نماید.